خطی بچه شد دخترش پیش من آمدن من نماز بود کردم حجره دیگری گشتیم بعد گفت که همین دختری مرا گفت شوهرش طلاق کرده بابوجی طلاق کرده است همین روی حل داره بعد من گفتم آخی کیرا نیاوردین دامادم نیاوردین نه گفت خیلی من یک پرسم گفتم تو میره چه خیلی طلاقش کرد گفتی همین به عدد طلاق کرد گفت است که مقصد 1000 طلاق کردم با خدای مهربان قسم برادرای عزیز چیزی را که دیدم من برای شما با الله قسم خوردم هم خیلی دختر زیبا را شاید که مثال اگر بگویید در همین تاجیکستان ما حسابی هم که خداوند اینقدر حسن جمالش داده لیکن مادامی که همون دخترک از همین اخلاق از آداب ببین از مقصد احترام دینش همیا که دورای دل هم مردک گرفته دیگه با زیباییش اهمیت نداده بسیاری‌ها می‌خواهند که سلامتی خود را برقرار نموده حجامه گیرند ولی جای مناسب و باوریناب ندارند برای شما یک شانس بسیار خوب را پیشنهاد می‌سازیم اکای بختیار در نزد بازار صداباد آفیس حجامه خود را گشودند و اگر شما می‌خواهید که سلامتی خود را برقرار سازید به این رقم‌ها زنگ زنید حجامه و 100 درد شما دوام می‌بخشد این 3 نفر برادرها یک نفرش کیه میگه وقتی که صحبت اهل علم دریاب میکنه و ولی یگان نفع نمیبره میفهمین فقط خلاص همو اشتراکش هست و ولی اهمیتش که نیست من این اکو بسیار صحبت کنم مقصد برای شما 15 دقیقه صحبت میکنم ولی نفری که اگر در همین دقیقه ها آن چیزی را که من بیان میکنم گوش میکنه و با دلش خرسند میشه که الحمدلله رب العالمین که مثال بسیار یک مصلحت های نیکی شنیدم یا با دلش خرسند میشه که الحمدلله رب العالمین که این قرآن اینقدر پند اندرزای زیبا داشته این اسلام اینقدر راهنمایی های خوب داشته وقتی این خرسندی در قلب آدم پیدا شد برادرای عزیز میتونیم که گوییم که این نفرهایی هستند که نظر رحمت الله به این رسیدگیه و همین برادرها خیلی شما بینین بعضی هاتون شاید یاد ندارین که آخران بار کی شما در پند نصیحت شدگیه یاد ندارین بعضی هاتون شاید در 2 ماه و در 3 ماه مقصد همین خیلی یگان معرکه‌ای که در اوج یک نفری که بیا و بگه بچه‌ها کو وقتا تون باشه اگر من یک آیت قرآن معنا کنم همین خیلی محفل ها در بسیاری وقت برادرها حضور نداریم و همین حاضر که همین لحظه کش خدای مهربان دستمان داده امکانیت داده است این فرصت غنیمت دانستن نکن من دادرمون حاتمشاه را که زندگی برادرای عزیز حقیقتا مسئولیت هایی ببینین مسئولیت هم میدونین احمد مسئولیت ها احساس میکنین که یک آدم وقتی در یک کار تجارت های مسئولیت های یعنی برادرای عزیز اگر در همین قاعده و قانونی زن و شوهری اگر رعایت نکنی یعنی این علاقه به مسئولیتی میشه وقتی به مسئولیتی کشید این جوابگری داره یعنی وقتی که ما از قانون زن و شوهری برادرای عزیز پامانه گوییم که کلانتر میگذاریم با عقل خودمان یا با عقل مقصد امروزه وقتی که اگر ما کار میکنیم علاقه اینجا در حساب کنیم که ما همو قانون زن و شوهری را علاقه برادر عزیز شکستیم پس جوابگریش چیه؟
پیش الله مهربان گناهگار شدن. پیامبران میگفتند که شما در گناههای خرد کردنتان، در گناه خردتان وقتی گناه خرد میکنین نگین که یک گناه خرده، میگن نظر که همین گناه خرده در پیش کی کردی. یعنی وقتی من مقصد همون قانونی را که الله مطرح کرد که من باید با همین پروگرام زندگی کنم، وقتی همون را نکردم معلوم است که من قانون خالق ما شکستم. برای این برادرای خیلی عزیز، اگر چند من اشاره به سوی دادرمون ها تمشا هم که کنم، اینجا هر کسی که زن دارین شما باید دونین که خدای مهربان برای همه ما و شما گوشزد کرده است. چی گفته است الله مهربان؟ گفته است که و عاشرهن بالمعروف. مادامی که هر نفری را انتخاب میکنین برای زن، ولی انتخابش خودش با خیلی گپه. ما از حدیث های پیامبر نازنین داریم که میگه تنکح المرأة لاربعین: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. این هم سخن پیامبر. برادرای عزیز، پیامبرمان بسیار بر امتش از پدر و مادرم دیده مهربانتر است، از پدر و مادرم دیده غمخوارتر است. میگفت که امت من انتخاب در زن میگه میدونین که چه خیلی میکنن. قسمتی از امت میگه زن مالدار میکنه، ولی اگه میگوی که همین پیامبر 15 عصر پیش گفته، 1500 سال پیش این سخن گفته، میگیم که الحال برای نمی امروزه ما گفته. برای همین است که قرآن میگه که تا روز قیامت همین قرآن به همه عصر جوابگو است. یعنی تا روز قیامت اگر 1000 سال دیگه مانده باشد، مثال دیگه یگان کتاب نو از نزد الله یا پیغمبر نو نمی آید دیگه. تمام آخران پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بود، آخران کتاب قرآن دیگر تمام. الله گفت که همین قرآن تا روز قیامت بر همین زمان شما، عصر شما، اگر چنده که زندگیتون بالای نو سیارات که شود جوابگو است. برای همین ببینین حضرت میگه که 15 عصر پیش بعضی از امتان بعضی زنهای مالدار میکنن. مقصد میگن که همین زن بگیری مقصد مال، میگه زن اگر بگیری مالدار شا بگیر. میگه این بگیم چی است؟ انتخابی بعضی از جوانای ما. بعضی هاش چی برادر عزیز؟ بعضی هاش میگه که در انتخاب 4 وریانت گفت پیامبرمون. از همین 4 وریانت یک تاش انتخابی مالدار کرد، دویمش انتخاب کرد نفری را که گفت کو بینیم دختر کی نسبش اهمیت داد، نسباش کیان، این فرزندای کیان. گفت دویمهاش گفت جهت نسب نگاه میکنن، سیومش جمال نگاه میکنن، زیبایی میکنن، چهارمش گفت پیامبرمان دینداری میکنن. بین از بین 4 کس گفت مالدار میگیره امتی من، مالداری را اهمیت میده، نسب اهمیت میده، جمال اهمیت میده، زیبایی، 4م دینداری را اهمیت میده. بعد پیامبرمون چی گفت؟ گفت فعلیکم بذات دین تربت یداک. اگر در قلب کدام از همین 4 زن در کدامش که اگر در قلبش حکومت دینی باشه، یعنی اگر دین داشته باشه، الله را خالق خودش بدانه، پیامبر رسول برحق بدانه، کتاب مقدس قرآن بین همچی یک معجزه الهی قدانه، به همین زن گفت نکاح که در زندگی برکت می‌آید.
برادرای عزیز، من بسیاری چیزها خدمت، ولی مقصد این قدر معلوماتی که من از صحبتایی که با تلفن دارم، این کم 5000 زیاد، ممکن 5 دفتر زیاده سوال ها آمدگی. مقصد هم سوال ها را باید من جواب بگم. با خدای مهربان قسم میخوانی همین بگیم همین سرد میجنبده، همین بعضی کردارهایی که امروز میشود، گپایی که امروز میشود. مقصد از دیندار چیه؟ مقصد دیندار ایه که او همیشه ننگ و ناموس مردکش دایم حفظ میکنه. هیچ کاری را مقصد هیچ کاری را در بدن نبدن مردکش انجام نمیده. مثال در نزد خودش همین خیلی دیندار که هست میگه هر کاری کنم الله مرا نظارت داره، خدا مرا میبینه، مردک من که نبینه، خسر من که نبینه، خشتامن من که نبینه، هیچ کم که نبینه، الله مرا میبینه. و یگان کاری مقصد نمیکنه که بگیم آبرو یا شخصیت یا عزتی مردکش پایان برد. برای همین برادران عزیز و گرامی، حتی امروز تجربه ها هم نشان داد که من برادرای عزیز در وقتایی که حتی در کلاب زمانه خطیبین بود، بعد یک مادر قطعی بچهش و دخترش پیش من آمدن. من نماز بود کردم، حجره دیگری گشتیم. بعد گفت که همین دختری مرا گفت شوهرش طلاق کرده بابوجی، طلاق کرده است، همین رای حل داره. بعد من گفتم آخی کیرا نیاوردین، دامادم نیاوردین؟ نه گفت خیلی من یک پرسون. گفتم تو میره چه خیلی طلاقش کرد؟ گفتی رمی به عدد طلاق کرد. گفته است که مقصد 1000 طلاق کردم. با خدای مهربان قسم برادرای عزیز، چیزی را که دیدم من برای شما با الله قسم خوردم، هم خیلی دختر زیبا را شاید که مثال اگر بگوی در همین تاجیکستان ما حسابی هم که خداوند اینقدر حسن جمالش داده، لیکن مادامی که همون دخترک از همین اخلاق، از آداب، ببین از مقصد احترام دینش همیا که دورای دیل هم مردک گرفته، دیگه با زیباگیش اهمیت نداده. یعنی در انتخاب هم خیلی را بگیرین، فردا پشیمون نمیشه. دیگه در زندگی مشکلات ایجاد نمیشه. میگه شیخ سعدی میگه زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت میگه مصلحت شیخ سعدی که ما در نیویورک رفتیم، در پشت سازمان ملل متحد بنی آدم اعضای یکدیگرند. مصرع‌های بسیار بلند شیخ سعدی در پشت بگیم همون سازمان ملل متحد نویسندگی. این شیخ سعدی میگه که زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. میگه فرزندای عزیز، میگه شما حرکت کنین که میگه زنی که خوشمنش باشه. خوشمنش به معنای خوش اخلاق، به معنای خوش رفتار، به معنای خوش گفتار، به معنای بگیم برادر عزیز زنی قناعت داره، زنی که بگیم همیشه شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی داره. میگه همتری بخواه همیشه زن مثال انتخاب کرد، نه روی خوب میگه اینجا اعتبار نیست که آمیزگاری بپوشد عیوب. اگر بیزیبم باشه لیکن زنی پاک دامن، زنی راست قول باشد، همین پاک دامنی و راست قولیش میگه اما روی بدروگیش همه پشانه نمیبینیش. بله برادر عزیز، من اکم مقایسه کردم در همه آدم، گفتم بین که همه آدم
نداشت از همین خصلت‌های خوب که خالی بوده یا جمال خوب که داشت دل مردک گرفت. لیکن زنی که اگر بدرو هم باشه لیکن وقتی در او صداقت میبینی، در او حرمت میبینی، در او احترام میبینی، در او سیر اسرار تا مثال پنهان میکنه، امانت خیانت نمیکنه، یعنی وقتی همه چیزا را که میبینی بدرو هم که باشد بدرو بیش دیگه نمیتابه. برای همین برادرای عزیز سر آیت بودیم که خداوند بر مردها گفت که و عاشروهن بالمعروف. وقتی زنی را انتخاب کردیم و فهمیدیم که باید کی را انتخاب کنیم. دوم وقتی انتخاب کردی الان میگه مناسبت و معامله خوب کن. مناسبت و معامله خوب کن. یعنی هیچ مرد برادر عزیز حق ندارد که در برابر زن مناسبت بد کنه. این آیت قرآن برادر عزیز. اگر همین آیت قرآن نمیشد منم برادر عزیز هیچ ضرورتی نبود که برای برادرامون، برای زنگیرامون، برای مردها من میرم معنا کنم که بچه آگاه باشین که الله مهربان همین فرمان صادر کرده که با زنها مناسبت خوب کنیم. یعنی هر کسی که امروز اگر میدرو این خانه ده و بعد همین زنک مسخره میکنین، طعنه‌اش میکنین، حقارتش میکنین، خلاص در حقش ظلم میکنین. باری بسیاری بچه های هستن که میگه که انا همین گودک همین میدروم همین گودک یا ونگ ونگ کنه اگر میگم بگی همون گواره رو میگرفته او خانه دیگه میرفته این در بالای دیوار اکا دیخ میکنه. خب اکا همین را برای خودش چی بوده است؟ برای خودش یعنی یک غیرت، من یک مثال حیبت دارم، من سیاست دارم در خانه. اکا همین قیقی زنای ما شریعت نمیفهمند. اگر نه کلام کردن او سگره در گردن مردک در گردن زنک نیست. اونا درم بغل میپرده میگه بگی با یک همون دزدی زور میگه سوی بیگه وابست های نکته هم دزدی زور شیدگی با مرا و خانه روی میکنی من دنبالی در میدویدم تا دیخ میکده. همین جهل جاهلی که نیست این شریعت هم همین چیزا را به نظر گرفته که همین زایدن همون کودک به دنیا آوردن همون کودک کم مشکلات برای زن. برای همین برادرای عزیز یک پیغمبر نازنین با همون هیبت و وقارش کودککاشا میگیری، کودککاشا میجنبان، لباساشا خودش میدوخت. ببین حتی حیوان خودش میجوشید. آیا او چی؟ او مردک نبود؟ تمام مردمی بگیم تمام مسلمان های همون زمان همه ننگ، ناموس، عار، تمامی غیرت از پیغمبر آموختند. ولی بازم یعنی در درون خانه اون مردک یه راحت و برکت بود. ولی بعضی زنها میگن که ناشرکی نشوه حاجی بابا خدا میگه من مردک دیر بیا دلشون را گرفته وقتی همین که میدره در درون خانه همین دلگیر آدم چقدر همین خدا میگوی دیرتر بیا، خدا میگوی دیرتر بیا. یکی آدمی خوب شد در خانه انتظاری میکشن که همین بر وقت ترک بیا پدرمون یکان ساعتک بشینیم یا راحت کنیم یک 4 تا صحبت کنیم. همین آدمی خوبه و رفتار خوبه همه دوست میدارن. پیامبر نازنین میگفت که خیارکم لنسائهم. این میگه اگر همین خانه در برادرها باز اگر 30-40 تا مردها اگر بگیم شتگی باشین شما میدونید که پیامبر من یک عجیب یک چیزی داره میگه میدونید که بهترین شما کیه؟ باز دمی درون باز در اگر ما با طریق سوال همین سری بابای دولت مراد سر کنم با اون کو بابای دولت مراد بگم همین درون در بهترین مردک کیه؟ یک جواب میگه اون برادر ما هر کی یک جواب میگه. یکی جوابی را که پیامبر گفته است در یگان ذهن و در یگان فهمیش ما و تو برادر جای نداره. بین حضرت گفتن بهترین گفت بهترین امت من بهترین مردهای امت من همون نفرهایی هستن که زناشون قطعی مناسبت خوب دارن. با زن مناسبت خوب داری تو بهترین مردهای امت منی.
پس اگر ما مناسبت ما ویران میشیدای ما از بدترین مردهای امت بودیم. برای این برادرای عزیز و گرامی همیشه این مصلحتایی را که من اگرچه اشاره به سوی بگیم شاه دامادم که کنیم، ولی همه ما و شما که از این نعمت برخورداریم در برابر اینها هم می شود که این خیلی است که از طرف زنها هم بعضی لغزش ها می شود، بعضی کمبودی ها می شود، لیکن پیامبر میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کری منها خلقا رضی منها آخر. میگه بچم هرگاهی که یگان مقصد بدی یا یگان ناراحت کننده عمل ای طرف زنها با شما شید، در او غضبناک نشید، در او غضبناک نشید. خیلی که اگر یکی این کارش ناراحتت کرد و یک کارا که دیگه که داره که راحت میکنی و یک کار دیگهش میگه راضی میشه، ایش راضی نشیدی ایش راضی میشه. برای همین خیلی همین ای دنیا که همه کاری زن سر به سر برای مرد موافق نمید. من یک زمان در منبر بودم، بعد بسیار خواهشا شد که درباره حق زن حق مرد گپ زد. همین حق زنه که قطعی حق مردک من 10 جمعه گپ زدگیم 5 ساعتی. بعد وقتی نوبت زنک آمد خیلی گاه یک احساساتی میشیدیم. خیلی بعضی زنای هستن که حرمت نمیکردن و قدر مردکا نمیرسیدن، مردکا رو حقارت میکردن. خیلی بعد ما احساساتی میشدیم، بعد سخت همین زیر تنقید چون میگرفتیم. بعد یک آدم بسیار خیرتمند داشتیم، خدا رحمت شد، مولانا میگفتن همین بگیم محراب مسجدش تگی بود، من در بالای منبر. بعد وقتی که بود مکه میفرمادم، بعد میگفت بسیار تنقید سخت کردی، لازم نبود. خیلی من مقصد آخی چیزی بدگی را گفتم. یه درست میگفت اگه با طریق شوخی میگفت آخی نمیدونم انا اینجا بود ثبت رفته سعی گپ کمتر گپی انا لا تضریب الله. میگفت شما حتی همین زنها را برادر عزیز اسیرهای خدا میگفت، یا میگفت اسیرن، یا رنگ یک آدم در دست پلینیک باشه، این زلاج دی باشه، چقدر شریعت با اونها معامله خوب کردگی. میگفت اینها در دست شما، اینها در دست شما مثال به حساب اسیرها هستند، شما در حق اسیرها ظلم نکنید. برای همین حقیقتا چیزی که پیامبر گفته است برادرها، ما باید که سخن پیامبر نازنین هیچ وقت باید نشکنیم. زیرا که برای همین حقیقتا چیزی که پیامبر گفته است برادرها، ما باید که سخن پیامبر نازنین هیچ وقت باید نشکنیم. زیرا که او به نفع ما است، او به فایده ما است. به ضلال ما میشید، هیچ وقت خدای مهربان او را برای ما معرفی نمیکرد که پیامبر برای شما کریم و رحیم است. از این لحاظ انشاءالله که خیلی تماشا که بچه خدا نک معامله خوب کنه، تاثیرش در فرزندان میگذاشته. یعنی فرزندی که تولد میشود، حتی هم فرزند خوب میومد. یکی اگر مناسبت های بد میشیده، همو در حمل زن هم زلال داشته. وقتی آدم مناسبتی بد میکنی، وقتی ضربش میکنی، وقتی حقارتش میکنی، همو فرزند ناخوب بیرون میشه. بعد بسیاری وقت بعد میگیم این بچه چه خیلی شید. آخه دیگه اگر ببینی از روی همو خاراکتر رفتاری خیلی چیدگی، همین تاثیرش در همو حملی بگیم زنها هم میگذره برادر عزیز. خدای مهربان زندگیاشون خوب کنه، زندگیاشون نگردونه. و الهی مهربان گفتی همو شاعرها که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم انشاءالله درک میکردگی نه اشاره خودشم کفایت میکنه. ولی آدمی که نفهمه برادرها، شب و روز که در بیخی گوش بگوی نگرن یک روشنی را در پیش آدمی کور موندنه. برای همین زندگی یعنی عبارت از این نیست که فقط من فکری جاگاه خواب میکنم. پشت این در مسئولیت های خیلی زیاده. باید همه مسئولیت ها من راستی خود من برادرها
ولی عدد طلاق از سال گذشته را نگاه کردم 11,000 بوده رسمی. کمتر تشویش آوره. بعد چهلا فکر میکنی که چی به همه زندگی ها پاش خوردیستن. راستی هر یک آدم بعد یک چیزی را میاریده. مثال من خودم با خودم میماندم میگفتم علت یکمش بیکاری همی بچه های ما. اگر وقتی کار نکنن همی کار نکردی دو داره ازید پیش زنک در بیقدر میشه. همی دویم در درون خانه نگاه کرده همی خانه دارید زنم در اون خانه تم در اون خانه. خب چخیلی همی استادی همی دلگیر میکنی دیگه همه را دلگیر میکنی شومت میبینن. همی تاجیکی ما میگه ایودن بیکار ناکاره بیکار خدا بیزار. یعنی همون درون ده هم شومت میبینن بیقدر میشه. اخیر ندارم میگه آخی ای مرده که زنه که چی نمیبروی مقصد یک پای کار جای پای زندگی شای میستی همون چشمکی تا چشم نگاه کرده آخی آیسته دیگه هم میگه پا کار قدرت گم میشوه. ممکن یک سبب علت جدا شوه بیکاری باشه. دیگه میگم ممکن که سبب علت همه کم ترک چی بگیم تاثیر قواهای سیم ای خانه مقصد تاثیر خشتامنا های یا خواهرامون یا ابهامون اصلا همین زنها در چیزا بسیار دخالت میکنن. اینها هم سبب میشوند که زندگی ها ویران شود. سیم بله سیم اکا فکری مایده میگم همین خانه ایده که اکا نمیدونم میگه پیما تو چی اندازه کی را مقبول میشه نمیشه. خانه ایده که اگر لجامی زن در دستی لجامی خانه در دستی زن باشه. اگر لجامی خانه در دستی زن باشه همین جا هم کار ویرونه. وقتی خدا میگه که الرجال قوامون علی النساء قرآن میگه که کنترل و لجام و رهبر خانه باید مرد باشه. ایره الله گفته. وقتی که ما همین جا را عوض میکنیم همون کنترل رئیسی و لجام دستی و میتیم و خودمون مقصد خدمتگار و معاون میشیم همین جا کار کمتر رنگش بارش همش دیگرگون میشه. من در یک زندگی رفتم و بسیاری چیزا دا میرم. یک زندگی دا دخالت کردن در رفتم و خدای مهربان قسم پدرش برکم دا گفتم تقایی های چخیلی کنیم که همین زندگی را چخیل کنیم بچه ها ما را فیراد کدای بچه ها که فیراد کدای چخیلی کنیم دلش بزنش کشیده استای چی میگوید؟ گفت همه بگوی جیا گپا بگوم همه گپ دست همی و چش دای دست مده نیست. مقصد همی و چش میدانم. اگر همی و چش روزی ها بگه ساز میشوه اگر همین پرینسیپی زایگیش رو بیستد کار نمیه. این همی علکه خودش معلومه که وقتی کار در جای خودش نرفت معلومه شاید که برادرها زندگی ها دیگر تحصیلش گم میکنه. شیخ سعدی میگه دری خرمی بر سرای ببند که آوازی زن از او برآید بلند. در کام خانه که آوازی مردک و آوازی زنک بلند شد شیخ سعدی گفت دری برکت خیر اوجا ببند. اونجا دیگه برکت خیر نیست. یا این گپی من مادرها خفه نشود. این سخن الله های هر کس در جای خودش باید. هر کس در جای خودش. خداوند برای کسی که جای را معین که باید ایمون جای خودت مقصد بالاتر یا پایینتر قدم نزنی. خداوند ایمانمون کامل کنه، خاتممون بخیر کنه، بازم تویشون مبارک کنه و الله همه ما و شما را در پناه رحمتش نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله.